اختصار کتاب یعنی چی؟ یک کتاب رو میخوانید و سخنهای صاحب کتاب مؤلف را اختصار میکنید. یعنی مهمترین اصول کتاب را می نویسید، باقی مانده را حذف میکنید تا اینکه کتاب مختصر شود. در زمانهای قدیم علما وقتی که 20 جلد 30 جلد کتاب می نوشتند و مثلا عصرهای 300 بعد علما در عصرهای 700 آمدند، یعنی سالهای 700 مراد 700 هجری یا 800 هجری گرفتند، یا مانند امام سیوطی بسیار کتاب ها را مختصر کرده هستند، کتاب های وسیع را مختصر میکردند و در مقدمش میگفتند که از سبب آنکه همت مردم کم شد در زمان ما، این کتاب های مطولات را همه نمیخواند، کتاب های دور و دراز را، بنابراین من مختصر کردم چون همت زمانه مردم ما کم شده است میگفتم. و مختصر باید از لفظ مؤلف بیرون نبراید. هر چیزی که مؤلف نوشت، یعنی همین سخنهای باقی مانده، سخنهای مؤلف باقی بماند، از نزد خودش یگان کلمه ندارد، این مختصر است. اما اگر ملخص، مثلا بعضی کتاب‌های ببینید ملخصی فلان کتاب می‌نویسند، مراد این است که همون کتاب رو پر خوانده برآمده، خلاصه همون کتاب رو با لفظ خودی مؤلف نو، یعنی با صیغه های لفظهایش از نزد خودش است، لیکن معنای سخن مؤلف قدیم است. اما مختصر یگان چیزی از پیش خودش اضافه نمی کند، فقط سخنهای مؤلف را مختصر می کند ولی از پیش خودش چیزی اضافه نمی کند و اسلوب سخنرانی هم از آن مؤلف قدیم است.